سرچشمه تامین آبیاری کنی زمین‌های کشاورزی شهر حصار این دریای خانقاه و کانال حصار بوده. برای آبیاری میدان‌های کش 39 شبکه آبیاری با طول درازی 211 کیلومتر خدمت می‌رساند. این حال تمام تکنیک‌های پر اقتدار اداره بهداشت زمین و آبیاری در شهر حصار برای تازه نمودن نهرها و زهبور و زهکشار روانه گردیده است. از روی نقشه چهاربین ترمیم زمستانی سالهای 2018 و 19 در اداره ما با مقدار 43,000 متر کوبی تازه نمودن زهبورهای بین خواجگی به نقشه گرفته شده است. در این حال ما زیاده از 60% نقشه را به اجرا نمودیم. چخیلی که می‌بینید تکنیک‌های پر اقتدار اداره بهداشت در کار سفربر شده‌اند. در این منطقه در جماعت دربت که در زمین‌های سوخوز به نام زرجینسکی زیاده از 1.5 کیلومتر زهبورهای بین خواجگی تازه شد که برای بهتر نمودن حالت ملیتی زمین‌ها مساعدت می‌نماید. خواجگی کلان کشاورزی که زیاده از 15 عدد می‌باشند نسبت تازه نمودن کانال و زهبورها دستگیری خود را این سال پورا عملی نمودند. خصوصا خواجگی به نام زرجینسکی، خواجگی لطیف مراد و خواجگی برکت چروادار و کپیتی استثای وطن کمک عملی خود را رساندند. از جانب مسئولین ساحه با مقصد بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصول نوکی 50,000 متر کوبی به طول درازی 23,000 متر زهبور و زهکشات تازه کرده شده. 72 گکتار زمین‌های کشاورزی که حالت ملیارتیوی غیر قناعتبخش داشتند به حالت قناعتبخش برگردانده شده است. طرز کاری ما خوبتر و بهتر شد. در مدت 5 سال اخیر همین زهبورهای آبکش تازه نکرده موندگی بود. با هزار رحمت به اداره آب زهبورها رو تازه کردن. 2 کیلومتر زیاد تازه کرده شده ایستاده است. از وزبینی زهبورها حاصلناکی غله پختوهای ما حاصلناکی کم بود. زمین‌های نزد حوالگی حاصلناکیشون کم شدگی بود، زک داشت. همه برطرف کرده شده ایستاده است. می توانیم بعد از تازه کردن این زهبورهای آبکش بعد زک زمین‌ها یک حاصل به اندازه به دست آورده می توانیم. متخصصان ساحه نقشه دارند که تا آغاز موسم آبیاری زراعت‌های کشاورزی تمام شبکه‌های آبیاری را برای خدمت رسانی آماده نمایند.